میخوام برات توضیح بدم که چی شد تصمیم گرفتم این دوره رو بسازم. راستش یه مدت حس میکردم کنترل ذهنم دست خودم نیست. صبح با گوشی بیدار میشدم، شب با گوشی میخوابیدم. اوایلش متوجه نبودم، فکر کردم طبیعیه، همه همینطورن. ولی کم کم دیدم تمرکزم کم شده. دیگه نمیتونم کتاب بخونم، به برنامه هام نمیرسم، یا حتی موقع کار یا توی جمع ناخودآگاه گوشی رو برمیدارم همش چک میکنم. اون موقع فهمیدم این یه جور وابستگی ذهنیه. یعنی مغزم عادت کرده به تحریک از بیرون، نوتیفیکیشن، صدا، رنگ یا هر چی. از اونجا تصمیم گرفتم یه دوره درست کنم که هم خودم انجامش بدم، هم با بقیه اشتراک بذارم. یه چیز واقعی، کاربردی و بدون شعار. قراره توی این دوره بفهمیم تکنولوژی چطوری روی ذهن اثر میذاره، چطور دوباره تمرکز، زمان و آرامشمون رو برگردونیم. توی دنیای مدرن باید یاد بگیریم ما از تکنولوژی استفاده کنیم، نه اینکه اون از ما استفاده کنه. اگه حس میکنی ذهنت همیشه درگیره، زمان کم میاری، تمرکزت پایین اومده، یا حتی نمیتونی یه روز بدون گوشی باشی، به نظرم این دوره به کارت میاد. اسمش هست دیجیتال دیتاکس. قراره یاد بگیریم توی دنیایی که همه چی میخواد حواسمون رو پرت کنه، ذهنمون رو دوباره تنظیم بکنیم. اگه میخوای این دوره رو به صورت رایگان شروع بکنی، همین الان کلمه دیتاکس رو برام کامنت کن.